سلام، من سهراب نوروزی هستم، وکیل پایه دادگستری. به پادکست خوش اومدید. جایی که قصه های واقعی رو مرور میکنیم، قصه هایی که شاید در نگاه اول ساده به نظر بیان، اما پشتشون دنیایی از پیچیدگی های انسانی، روانی و تصمیم های سرنوشت سازه. امروز میخوایم بریم سراغ پرونده‌ای که سال 2019 تو ایالت جورجیا اتفاق افتاد. پرونده‌ای که نشون میده چطور یه آدم معمولی با تصمیم‌های عجولانه و احساسات کنترل نشده میتونه به قاتل تبدیل بشه. این داستان هانا پین و کنت هرینگ. 7 می 2019 صبحی گرم و آفتابی توی کلیتون کانتی، کنت هرینگ مردی 62 ساله پشت فرمون ماشینش نشسته بود. یه مرد ساده با مشکلات سلامتی، اما مثل هر روز راهی خیابونا شده بود. وسط مسیر با یه کامیون تصادف کوچیکی میکنه. هیچ کس آسیب جدی نمیبینه، اما کنت انگار آشفته بود، سردرگم. بعدها پزشکا گفتن احتمالش زیاده که اون لحظه دچار شوک دیابتی شده بوده، یعنی قند خونش افتاده و مغزش درست فرمان نمیداده. به جای اینکه صحنه رو بایسته، استرس گرفت و رفت تا شاید کمک پیدا کنه. حالا این وسط یه زن 21 ساله به اسم هانا پین هم شاهد ماجرا بود. هانا یه دختر معمولی، کارمند ساده، نه پلیس بود نه قاضی. ولی وقتی دید کنت صحنه رو ترک کرد، خونش به جوش اومد. به پلیس زنگ زد. اپراتور آروم و واضح بهش گفت آروم باش، تعقیب نکن، همونجا بمون، مامورا میان. اما هانا اصلا گوش نکرد. تو ذهنش یه چیزی روشن شده بود. فکر میکرد خودش باید عدالت رو اجرا کنه. یه جور حس قهرمان بازی. این حس رو روانشناسا میگن عدالت شهروندی کاذب. وقتی آدم فکر میکنه قانون دست خودش افتاده. این حس قاطی شده با آدرنالین و خشم میتونه آدمو به مرز خطر برسونه و دقیقاً همین اتفاق افتاد. هانا پشت ماشینش پرید و افتاد دنبال کنت. حدود 1 مایل تعقیبش کرد. فکر کن یه مرد پیر و گیج جلوتر داره تلاش میکنه بفهمه چه خبره و یه دختر جوون عصبی پشت سرش میاد. آخرش راهشو بست، پیاده شد، رفت سمت ماشین کنت. شروع کرد داد زدن. بیا بیرون از ماشین. کنت هم مریض بود هم ترسیده. اصلا نمیفهمید چه خبره. اما هانا لحظه به لحظه پرخاشگرتر میشد. اینجا همون نقطه‌ایه که روانشناسا میگن تمرکز روی هدف کوتاه مدت. هانا دیگه هیچ چیزی رو نمیدید. نه وضعیت پزشکی کنت، نه هشدارهای اپراتور. فقط یه چیز تو ذهنش بود. این مرد خلاف کرده. من هم باید متوقفش کنم. یه لحظه، فقط یه لحظه، هانا اسلحه کشید، شلیک کرد. کنت هرینگ همونجا روی صندلی افتاد. مردی که شاید فقط دنبال کمک بود جونشو از دست داد و زندگی هر دوی اونها و حتی خانوادهشون برای همیشه تغییر کرد. حالا بیاین یکم رفتار هانا رو دقیق تر بررسی کنیم. چند تا چیز با هم قاطی شد و اون لحظه کنترلش رو از دست داد. وقتی بدن پر از آدرنالین میشه، تصمیم گیری منطقی میره کنار. آدم سریع پرخاشگر میشه. احساس مسئولیت اشتباه. هانا فکر میکرد داره قانون رو اجرا میکنه. یه جور قهرمان خودساخته که میخواد نظم رو برگردونه. پرخاشگری و خشم فروخورده. رفتارش نشون میداد فقط دنبال اجرای عدالت نبود. پر از عصبانیت بود. شاید عصبانیتی که جای دیگه زندگیش انباشته شده بود. و نکته دیگه، خطای شناختی. یعنی تمرکز روی یه باور غلط. اون باور برای هانا این بود:
کسی که صحنه رو ترک میکنه حتما خلافکاره و همین باعث شد شرایط پزشکی کنت رو نادیده بگیره. تماسای پلیس بعدها توی دادگاه پخش شد. اپراتور چند بار بهش هشدار داد ولی اون به هیچ کدوم گوش نداد. این یه نمونه کلاسیک از وقتی آدم تصمیمشو گرفته باشه دیگه هیچ منطقی روش اثر نداره. دادگاه همه شواهد رو بررسی کرد. تماس‌ها، شهادت شاهدها، حتی فیلم‌های اطراف. آخرش نتیجه روشن بود. هانا پین نه قهرمان بود نه ناجی، بلکه قاتلی بود که با تصمیمات عجولانه جون یه نفر رو گرفت. و حکم دادگاه حبس ابد با امکان آزادی مشروط. این پرونده فقط یه قتل نیست، یه یادآوری بزرگه. اینکه مرز بین آدم معمولی و آدمی که دست به خشونت میزنه خیلی باریکه. کافیه خشم، فشار و حس مسئولیت اشتباه با هم ترکیب بشه. اون موقع یه تصمیم لحظه‌ای میتونه همه چی رو نابود کنه. هانا پین امروز پشت میله هاست. کنت هرینگ زیر خاکه و ما میمونیم با این سوال: چند بار خودمون توی زندگی با خشم لحظه‌ای تصمیم گرفتیم و اگر شرایط یه ذره فرق میکرد سرنوشت ما هم میتونست شبیه هانا بشه؟